توی این ویدیو میخوام آموزش مزونیدلینگ دور چشم رو بهتون یاد بدم، پس با من همراه باشین. در ابتدا با استفاده از یک شوینده دور چشممون رو به خوبی پاک میکنیم. بعد با استفاده از یک پیلینگ آنزیمی دور چشممون رو لایه برداری میکنیم. کاتریج دور چشم فقط کاتریج نانو هستش. کاتریج رو روی سر دستگاه قرار میدیم. درجه مورد نیاز برای دستگاه 25 صدام هستش. کوکتل مورد نظر رو دور چشممون ریخته و حرکات رو شروع میکنیم. برای اطلاع از برند کوکتل میتونید کپشن رو مطالعه کنید. حرکات میتونه به صورت رفت و برگشتی باشه یا به صورت دورانی های ریز. حرکت دورانی برای رفع خطوط پنجه کلاغی خیلی عالیه. شما مجاز به انجام مزونیدلینگ پشت پلک نیستید، فقط میتونید کوکتل رو پشت پلک ریخته و با انگشت حلقه به صورت دورانی یا رفت و برگشتی ماساژ بدین.